3 تا فریب بزرگ در زندگی ما وجود داره که با توجیهات و تعابیر ظاهراً معقول و مطلوبی این فریب‌ها رو ما به خودمون تحمیل می‌کنیم. گاهی از اوقات ما دنبال علاقه‌های خوب می‌گردیم، دنبال این هستیم که علاقه به کار خوب انجام دادن اینقدر درمون بالا بره که راحت اون کار خوب رو انجام بدیم. منتظریم این علاقه شدید بشه تا با لذت اون کار خوب رو انجام بدیم. ببین فریبش کجاست؟ خوبه، بله، ببین این حرف درستیه. علاقت انقدر افزایش پیدا کنه که راحت کارای خوب بکنی، که لذت ببری از انجام کارای خوب. مگه این حرف بده؟ مگه این کم مقامیه؟ ولی تا کی میخوای منتظر باشی تا این علاقه بیاد؟ باش تا زیر پات علف سبز شه. بعد هیچ وقت نمیخوای زحمت بیفتی. این یه فریب. فریب دیگه اینه که میخواد انقدر ایمانش قوی بشه، انقدر یقینش بره بالا تا راحت کارای خوب انجام بده، تا با لذت کارای خوب انجام بده. میخواد اون راحتیه اونو به دست بیاره، اون براش مهمه. میگه من دوست دارم مثل آقای بهجت بشم در اوج عشق و ایمان، 3 ساعت بایستم مقابل ضریح آقا امام رضا علیه السلام، خسته نشه پام، دردم اومد حس نکنم. میگه من این مقامو دوست دارم، ولی فریبش اینجاست. میگه اینقدر این ایمانه قوی باشه من اون راحتی لامصب رو از دست ندم. فریب سوم اینه، میگه من دوست دارم اخلاقم خوب باشه تا در اثر خلق خوب، در اثر داشتن ملکات خوب، رفتارهای خوب رو راحت انجام بدم، با لذت انجام بدم. اخلاق خوب یعنی چی؟ یعنی سجیم باشه سخاوت، که وقتی انفاق میکنم زجرکش نشم. یا اخلاقم خوب باشه، یا ایمانم خوب باشه، یا محبتهای عالی معنویم خوب باشه، که برای چی؟ چقدر تو کمال طلب شدی اخیراً، او اخلاقت خوب باشه، بله بگو، محبتت بالا باشه، ایمانت بالا باشه. آخرشی عزیزم اینا رو برای چی میخوای؟ میگه فقط اگه خواستم کارای خوب بکنم، راحت کارای خوب بکنم، لذت ببرم از انجام کارای خوب. بعد تا اون موقع میخوای چی کار کنی؟ تا اون موقع میخواد مثل حیوونا زندگی کنه، زیرابی بره، خودشو ناتوان جلوه بده، خودشو مقصر ندونه در این که داره بد عمل میکنه. بحث ما اینه که بدون اینکه ایمانت زیاد بره بالا، بدون اینکه محبتت زیاد بره بالا، بدون اینکه اخلاقت به معنای ملکات نفسانیت خوب باشن، هنر اینه سختی به خودت بدی، با تلخی رفتاراتو منظم کنی، با بنای ادب. حتی اگر پدر مادرها دیدن بچه هاشون با صفات ژنتیک انتقال یافته از پدر مادر به فرزند 4 تا صفت اخلاقی خوب دارن، با این 4 تا صفت اخلاقی خوب راحت این 4 تا کارو انجام میدن، ببرن بچه رو تو مرحله مؤدب کردن، یه رفتارهایی که بچه براش سخته بهش تمرین بدن. این یعنی ادب کردن. اخلاقت خوب باشه به درد همشیره ابویت میخوره. ادب سختی داره. لیس للانسان الا ما سعی. برای انسان هیچ چیز جز سعی نمیمونه.
هیچی جز سعی انسان رو ارزش نمیده. ادب باید بشی. چی رو تغییر دادی؟ اونو به من بگو. چه عادت خوبی رو پیدا کردی؟ اونو بگو. اون تلاشی که برای تغییر عادت میدی ارزش داره. تلاشی که برای تغییر عادت میدی ارزش داره. بدون اینکه ایمانت زیاد بره بالا، بدون اینکه محبتت زیاد بره بالا، بدون اینکه اخلاقت به معنای ملکات نفسانیت خوب باشن، هنر میگیره. با بنای ادب سختی به خودت بدی، با تلخی رفتاراتو منظم. سختی به خودت بدی، با تلخی رفتاراتو منظم کنی.